ده جور رنج تو دنیا هست که یه آدمو عذاب میده، مثل خوره روحشو میجره. اولین رنجایی که آدم میتونه عوضش کنه، مثلا میره توی جلسه زبانش خوب نیست، تحقیر میشه، رنج میکشه، ولی میتونه سال بعد برگرده خلاصه بهتره کنه. این رنجا خب یه انرژی عاطفیه. ولی رنجای دست دوم رنجایی که آدم نمیتونه تغییرشون بده، یعنی مثل اینکه کسی رو از دست داده، سودی رو تجربه میکنه، طلاقی رخ داده، یه چیزی. خب رنجای دست سوم از همه این دوتا ترسناکتره و بدتره. رنجای بلا تکلیفه، رنجایی که نه میدونیم باید بجنگیم درستشون کنیم، نه میدونیم باید بپذیریمشون. جزیره سرگردانی، برزخ از جهنم تحملش وحشتناکتره، چون بلا تکلیفیه، چون تو نمیدونی تکلیفت. من خب بگم تو این مسئله ما میتونیم رنجای دست سوم رو در حقیقت از بین ببریم، یا تو دسته اول یا تو دسته دوم بگنجونیمشون. یعنی بیننده ها یه خط بکشن روی کاغذ، توی ستون بنویسن جنگجو، توی ستون بنویسن اندوهگین. جنگجوی اندوهگین چه رنجایی که امروز میتونن بجنگن تغییرش بدن و چه رنجایی که باید بپذیرنش و دیگه نمیشه عوضش کرد. این که میگه خدای به من جرأت اینو بده که چیزی که میتونم عوض کنم و عوض کنم و چیزی که نمیتونم عوض کنم و بپذیرم و تفاوت بین این دوتا رو به من یاد بده، این اوج خرده.